آخوند قزوینی، جهل یا دروغ. شما ببینید یک کتاب فقهی، شما یک صفحه کتاب فقهی به ما نشان بدید که اینها فقط از صحیح بخاری و مسلم تونسته باشن 4 تا مسئله فقهی استنباط کرده باشن. جناب علامه علم رجال، آیا شما از کتب حدیثی و فقهی اهل سنت آگاهی ندارید و یا اینکه دروغ میگویید؟ امام بخاری رحمه الله امیر مؤمنان در حدیث کتاب صحیح خیش را با موضوع وحی و علم و ایمان آغاز نموده و بعد از آن به بیان ابواب فقهی میپردازد. ابوابی به مانند وضو، غسل، تیمم، نماز، زکات، روزه، حج، نکاح، طلاق، خرید و فروش و فروعات این ابواب تنها بخشی از اقیانوس بیپایان فقه این دانشمند بزرگ است. امام مسلم نیشابوری رحمه الله نیز در آغاز کتابش احادیث متعلق به ایمان را ذکر نموده و بعد از آن به بیان ابواب فقهی می پردازد. هر یک از این دو امام بزرگوار صدها حدیث متعلق به احکام فقهی را در کتابهای خود بیان نموده اند که در استنباط مسائل فقهی به عنوان مرجعی گرانبها و اصیل در اختیار فقهای طول تاریخ بوده است. همچنین بسیاری از علمای اهل سنت توجه خاصی به احادیث احکام داشته و آنها را در کتابهای مستقلی جمع آوری نموده‌اند که به کتب احادیث احکام مشهور است. کتاب عمدة الاحکام ابن قدامه مقدسی نمونه ای از این کتاب هاست که تمام 430 حدیث موجود در آن از دو کتاب ارزشمند صحیح بخاری و صحیح مسلم گرفته شده است. همچنین کتاب بلوغ المرام ابن حجر عسقلانی نیز بسیاری از احادیث فقهی این دو کتاب را در خود جای داده است. علاوه بر این کتب فقهای مذاهب اربعه و فقهای دیگر مملو از احادیثی است که این دو امام بزرگوار روایت نمودند. کتاب‌های مبسوط سرخسی، بدائع الصنائع کاسانی، بدایة المجتهد ابن رشد، المجموع نووی، المغنی ابن قدامه، فقه السنه سید سابق و بسیاری از کتب دیگر تنها برگی از این کتابخانه بزرگ است. الله متعال امام شافعی را غریق رحمت نماید که چه زیبا فرمود: در بین مردم قومی دروغگوتر از روافض نیافتم.